افرات سوفر، تحلیلگر تاریخ روابط ایران و اسرائیل و همینطور رئیس هیئت مشاوران مرکز پژوهش‌های ازری در امور ایران و کشورهای خلیج فارس اینجا در استودیو با منه. خیلی خوش آمدید به برنامه. به نظر میاد که ایران چندان تلاشی نکرد که بشار اسد رو حفظ بکنه. چرا؟ اول از همه مرسی که از من دعوت کردین. شما دارین خدمت خیلی بزرگی رو به مخاطب انجام میدین. من فکر میکنم که ایرانی ها بسیار نسبت به خودشون و ضعف هایی که دارن هوشیار و آگاه هستند. اونها به هر حال بخش بزرگی از قدرت گروه های نیابتی خودشون رو از دست داده بودند. اونها چشماندازها رو در دمشق دیدن. اونها دیدند که واقعا قابلیت کمک به اسد وجود نداره. برای همین دیدیم که خیلی از فعالان سپاه پاسداران، مستشاران سپاه که تو دمشق فعالیت می‌کردند از کشور خارج شدند. اونها می‌دونستند که این واقعا یک جنگ مغلوبه خواهد بود و قادر نخواهند بود که بتونن از گروه‌های نیابتی خودشون از حکومت سوریه حفاظت بکنن. این خودش نشانگر این هست که چگونه تسلط حکومت ایران بر گروه‌های نیابتی خودش تضعیف شده. ایران هزینه‌های زیادی رو برای حمایت از بشار اسد داد. صدها و شاید هزاران نفر از افرادش و یا گروه‌های همسو با ایران در جهت دفاع از بشار اسد کشته شدن. میلیاردها دلار هم هزینه کرد. باخت بزرگیه برای جمهوری اسلامی. اینطور فکر نمی‌کنید؟ یک ضایعه بسیار بزرگ برای ایران هست. من فکر میکنم که حکومت ایران هرچند که گروه‌های نیابتی برای مدتی براش خوب جواب میداد در لبنان و سوریه، الان ولی واقعا حیرت آور هست که یک حکومت چنون میتونست از این گروه‌های نیابتی حفاظت بکنه، ولی وقتی مردم خودش در داخل کشور بعضی وقتا برای تامین نیازهای پایه‌ای خودشون دچار مشکل هستند. این گونه ماجراجویی‌های منطقه‌ای ماجراجویی‌هایی بود که هر حکومتی واقعا واردش نمیشه که بخواد به چنین هرج و مرجی در منطقه دامن بزنه با چنین بهای گزافی. ایران با عربستان سعودی و همینطور با ترکیه در منطقه وارد یک رقابت بوده سال هاست. آیا این رقیبان ایران میتونن از وضعیت موجود برای تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی استفاده کنن یا اینکه نه ممکنه چنین کاری رو نکنند؟ من فکر میکنم که عربستان سعودی و ترکیه به دقت وضعیت رو بررسی خواهند کرد. به هر حال الان عربستان سعودی بسیار حساس هست نسبت به سیاست خارجی ایران. 10 ساله که اینطور بوده و همینطور خواهد بود. فکر میکنم برای دولت اردوغان و ترکیه به هر حال روز خیلی خوبی هست. به نظر من جامعه بین‌الملل الان باید به اقدامات ترکیه در داخل سوریه با دقت نگاه بکنه، برای اینکه هیچکی نمیخواد الان در سوریه یک خلأ ایجاد بشه، خلأ قدرتی که واسطه خروج ایران و روسیه و سقوط اسد در این کشور در سوریه ایجاد شده. به هر حال روسیه بسیار درگیر اوکراین هست. اسرائیلی ها، آمریکایی ها، همه دنیا الان واقعا ترکیه رو باید زیر نظر داشته باشن. افرات سوفر، تحلیلگر تاریخ روابط ایران و اسرائیل و رئیس هیئت مشاوران مرکز پژوهش‌های ازری در امور ایران و کشورهای خلیج فارس، ممنونم از حضور شما در برنامه.